سلام دوستان، تو این ویدیو میریم که طبق این 4 مرحله این طراحی رو بکشیم. برای شروع من یه خط افقی میکشم که نشون دهنده جایی باشه که این مکعب‌ها روی زمین قرار گرفتن. تقریبا ارتفاعشون رو مشخص میکنم و شروع میکنم به علامت گذاری برای هر ردیف مکعبی که روی همدیگه قرار گرفتن. از بالا دونه دونه شروع میکنم، مکعب‌ها رو میکشم و دقت میکنم که ضلع‌ها با هم برابر باشه، چون شکلمون شکل یک مکعب مربع هست. با مداد معمولی یا همون HB شروع میکنم به طراحی کردن و جزئیاتی رو که میبینم یکم به شکل اضافه میکنم. دقت میکنم که مکعبم توی هر زاویه‌ای که قرار گرفته دقیقاً شبیه به شکل روی کاغذ میکشمش. جزئیاتی که لبه و دور مکعب‌ها قرار داره و اون حروفایی که داخل مکعب نوشته شده رو هم خیلی کم رنگ میکشم. ردیف بعدی مکعب‌ها رو که دارم میکشم 2 تا مکعب کنار همدیگه قرار گرفتن و به همدیگه نچسبیدن و وسطشون یه فاصله ای هست که بعداً وقتی طراحیمون تموم شد اون قسمت رو باید سایه بزنیم. با مداد معمولی یا HB که کار میکنید اگه جایی از طراحیتون اشتباه باشه خیلی راحت میتونید پاکش کنید. در حالی که اگه با مدادهای تیره کار کنین اول کار و اگه جایی رو اشتباه بکشین پاک کردنش خیلی سخته و اون تیرگی مداد روی کاغذ ردش میمونه. من حروفی که روی مکعب‌ها هست رو هم کامل میکشم و طراحیشون رو انجام میدم. و میریم سراغ ردیف آخر مکعب‌ها که روی زمین قرار گرفتن و جلوی این مکعب‌ها 3 تا توپ و تیله قرار داره. دقت میکنم که نسبت به هم دیگه چقدر فاصله دارن و اندازه هاشون نسبت به هم چقدر متفاوت هست. تیله‌ای که سمت راسته بزرگتره و دوتای دیگه که سمت چپ هستن کوچیکتر هستن.
جزئیات روی مکعب‌های چوبی رو اضافه میکنم. سومین تیله هم میکشم. خطوط اصلی رو یکم پررنگ‌تر میکنم که مرحله بعد خطوط فرعی یا اضافی رو که پاک میکنم خطوط اصلی پاک نشن. جزئیات رو کامل میکنم. دوباره تصویرم روی نگاهی میندازم که ببینم دیگه چه جزئیاتی رو باید به طراحیم اضافه کنم و پشت این مکعب‌ها یک عروسک چوبی قرار داره که شکل فیله و چرخ داره پایینش. چرخ‌ها رو میکشم، اندازه‌شون رو نسبت به مکعب‌ها در نظر میگیرم که قد اون چرخه تا کجای مکعب‌ها هست. سایه‌ها رو علامت میزنم کجای تصویر هستش. چرخ پشتی هم میکشم. حالا میرم سراغ کشیدن بدنه چوبی این عروسک. مشخص میکنم که ارتفاعش نسبت به این مکعب‌ها تا کجاست و خطوط رو به هم وصل میکنم. خطوط منحنی شکل میکشم، خمیده و منحنی طور برای قسمت سر و قسمت خرطوم فیلمون. این عروسک چوبی یه قطر مشخصی داره، واسه همین روی لبه کار انگار که 2 خط میکشیم. چشمشو مشخص میکنم و طراحی ما تقریبا تمومه. میریم سراغ مرحله بعد که سایه زدن هست. من دوباره با همین مداد HB یا همون مداد معمولی ادامه میدم. کار سایه زدن رو ادامه میدم. قسمت هایی که خطوط پررنگ و سایه های تیره داره مداد رو یک کمی فشار دستم رو بهش بیشتر وارد میکنم تا اون رد و خطوط تیره رو به جا بذاره روی کاغذ و جاهایی که نیاز داریم سایه های خاکستری و روشنی داشته باشیم فشار دستم رو کم میکنم. از بالا شروع میکنم سایه زدن و همینطور میام سمت پایین.
تقریبا کار سایه روشن این مکعب اولی تموم شد. حالا میریم سراغ مکعب بعدی. انگار که تو این طرحمون منبع نور از سمت بالا و راست به این شکل تابیده و توی قسمت چپ تصویر یک کمی سایه وجود داره. باید دقت کنیم که این مکعب‌ها روی هم قرار گرفتن و مکعب بالایی روی مکعب پایینی سایه ایجاد میکنه. سایه‌ای که این قسمت وجود داره طبق زاویه‌ای که منبع نورمون به این شکل تابیده ایجاد میشه. لبه های این عروسک چوبی یکم سایه داره، پشتش هم همینطور. پشتش رو سایه میزنیم چون که خود طیف رنگی که این عروسک چوبی داره روشن هست، خاکستری روشنه. اما بخوایم که بیشتر به چشم بیاد پشتش رو سایه میزنیم که این تصویرمون عمق پیدا کنه و از پس زمینه جدا دیده بشه. طبق زاویه‌ای که نور تابیده و سایه‌ای که از مکعب بالا افتاده روی مکعب پایینی، من سایه رو اینجا اضافه میکنم. خطوط جزئیاتی که توی تصویر دارم و یکم پررنگ‌تر میکنم که بین سایه زدن‌ها این خطوط کمرنگ گم نشه. این قسمت ها رو سایه میزنم طبق تصویر. قسمت ها سایه های تیره تری وجود داره، به مداد فشار وارد میکنم. بین این دوتا مکعب فاصله وجود داره و توی این فاصله ای که اینجا قرار داره کاملا سایه ایجاد شده و تاریکه. پس این قسمت ها رو سایه تیره میزنم. بعضی از مکعب ها انگار که رنگی هستن. حالا ما چون داریم با یک مداد کار میکنیم باید این تفاوت رنگ ها رو بتونیم نشون بدیم. رنگ هایی که روشن هستن مثل زرد یا سفید و اینها طیف خاکستری روشن رو دارن. رنگ هایی که تیره هستن مثل آبی پررنگ، سبز تیره، سیاه، قهوه‌ای و اینها یک خورده توی طیف خاکستری های پررنگ تر قرار میگیرن. پس با این مدادی که دارم کار میکنم بازم به این قسمت ها که میرسم و نیازه که سایه های تیره بزنم مداد رو روی کاغذ فشار میدم تا تیرگی بیشتری به من بده.
خطوط تیره رو مشخص میکنم، سایه های تیره رو اضافه میکنم. مکعب‌ها چون از جنس چوب هستن، بعضی جاها نیازه که یه سری خطوط افقی یا عمودی روی این مکعب‌ها وجود داشته باشه که اون بافت چوبیش رو نشون بده. این قسمت‌ها تیرگی‌های زیادی داریم. سایه وسیله ها رو تیره می کنم و به رنگی که خود وسیله ها هم دارن، حالا رنگ و طرحی که دارن هم دقت می کنم. رنگ این توپ ها بعضی جاها کاملا تیره است، بعضی جاها به خاطر براق بودن انگار که نور رو بازتاب داده. پس بعضی تیکه هاش کاملا سفیده و بعضی جاهاش پررنگ و تیره است. این قسمت ها پشت به نور هست و سایه های تیره‌ای رو ایجاد میکنه، چون که از منبع نور دوره، پشت به منبع نور هست و طبق زاویه تابش نوری که داریم سایه مکعب ها توی قسمت چپ تصویر تشکیل میشه. لبه مکعب ها رو دقت میکنم که تیز نباشه و گردشون میکنم. اون حالت طرح و بافت چوب رو سعی میکنم که روی مکعب ایجاد بکنم. خطوط جزئیاتی که دارم رو مشخص میکنم، یه ذره پررنگ‌ترش میکنم. حالا میریم سراغ آخرین مکعب.
طبق تصویر جاهایی که تیرگی دارم رو مشخص میکنم و توی این مرحله تقریبا کارم با مداد HB تموم شد. حالا میرم سراغ مدادی که درجه تیره تری داره مثل B4 یا B6 و قسمت هایی که سایه های خیلی تیره داره رو با این مداد تیرگیاش رو میذارم. سایه‌ای که پشت کار ایجاد شده رو هم اضافه میکنم که به تصویرم عمق و بعد بیشتری بده و مشخص کنه که از دیوار پشتش فاصله داره. دوباره اون خط و خطوط بافت چوب رو اینجا اضافه میکنم. تو مرحله قبل که با مداد HB اون قسمت هایی که سایه های تیره داشتیم رو مشخص کردیم، تو این مرحله دیگه کارمون خیلی راحت میشه و فقط وقتی که درجه مدادمون رو عوض میکنیم احتیاجه که روی همین سایه های تیره‌ای که با مداد HB کار کرده بودیم دوباره بیایم یک لایه دیگه با مداد B4 یا B6 سایه اضافه بکنیم. بین دوتا مکعب که گفتیم فاصله دارن از هم تیرگی‌هاش رو اضافه میکنم. سمت چپ تصویرمون سایه های تیره بیشتری داریم چون که منبع نور از سمت راست هست به تصویرمون تابیده و این پشت که حالت عمق و فرو رفتگی رو میخوایم نشون بدیم سایه های بیشتر داره. رنگ تیله ها و توپ رو دقت میکنم، اون قسمت هایی که نور بهش تابیده و بازخورد داده رو روشن باقی میذارم، اصلا با مداد روی اون قسمت ها سایه نمیزنم. خوشحال میشم که تو شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین و اگه این طراحیتون کامل شد توی تلگرام برای من بفرستین. برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانالمون رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله کنارش هم فعال کنین تا اگه ویدیو جدید منتشر شد با خبر بشین.